سلام. اگه 10 تا 17 سال سن دارید یا فرزند 10 تا 17 ساله دارید، پیشنهاد میکنم تا انتهای این ویدیو همراه من باشید، چون این ویدیو برای شما ساخته شده. نوجوانی بهترین تایم برای یادگیری برنامه‌ریزیه، چون هم تایمشو دارید که این عادت رو تبدیل به یک عادت رفتاری عمیق کنید، هم فرصت اشتباه کردن که این باعث میشه در اون زندگی روزمره شما اختلالی وارد نشه. اما طی این سالهایی که من با نوجوانان کار کردم، همیشه یک باگ بزرگ، یک مسئله بزرگ باعث می شده که نوجوانها برنامه‌ریزی کردن رو شروع نکنند. اون هم تعداد کارها و وظایف محدود نوجوان هاست. یعنی یک نوجوان رندوم هم اگه در نظر بگیریم، یه دونه مدرسه و تکالیف مدرسه رو داره و نهایتا 1 الی 2 تا کلاس فوق برنامه. اگر غیر از این باشه، مسیر رو دارید اشتباه میرید. اما از این مسئله بگذریم. این کمبود کارها و وظایف باعث میشه که توی برنامه‌ریزی کردن فضای خیلی زیادی رو دانش آموزان اضافی بیارن، یعنی تایم اضافی بیارن و این باعث سردرگمیشون میشه و یا اینکه بعضیاشون به این نتیجه میرسن که برنامه‌ریزی واسه من ضرورتی نداره. و خب ته این انتخاب هم که خودتون میدونید، ما اگر انگشت شمار هم کار داشته باشیم بدون برنامه‌ریزی، یا انجامشون نمیدیم یا انقدر دقیقه 90 انجامشون میدیم که کم و کاستیایی داره اون کار. و من قبل از این که بیام برنامه‌ریزی رو به نوجوان‌ها یاد بدم، همیشه این باگو برطرف میکنم واسه شون تا اون برنامه‌ریزی کاملا اجرایی بشه و دوام خیلی بیشتری داره. این مسئله رو چطور میشه حل کرد؟ خیلی ساده است. صرفا با نوشتن یک لیست از کارهای مورد علاقه و یا کارهایی که برای ما لذت بخش کارهاشون. اگر تا الان این لیست رو ننوشتید و بهش فکر نکردید، لطفا همین الان ویدیو رو نگه دارید و فکر کنید چه کارهایی برای شما تفریح محسوب میشه و دوست دارید که اونها رو انجام بدید. بعدش دوباره برگردید. امیدوارم که حداقل 4-5 مورد رو نوشته باشید، چون برای این لیست ما حداقل 10 مورد نیاز داریم که شما داشته باشید. اما نوشتن این کار چه فایده هایی داره؟ در قدم اول شما باعث میشه که در طول دوره نوجوانی علایقتون رو خیلی هدفمند پیگیری کنید و از زمانی که دارید خیلی استفاده مفیدی داشته باشید. در قدم دوم شما محتوای خیلی خوبی رو در اختیار دارید که میتونید کارهای روزانه‌تون رو با استفاده از اون برنامه ریزی کنید و به اصطلاح برنامه ریزی رو تبدیل به یک عادت روزانه کنید. همچنین این لیست یک پیشگیری کننده فوق‌العاده است از مسائلی مثل احتیاط به فضای مجازی یا تلف شدن وقت شما یا حتی تم‌های افسردگی که معمولاً در دوره نوجوانی رایجه، که من بعد در فیلم‌های بعدی مفصل راجبش حرف میزنم که چرا این اتفاق میفته و راه حلش چه چیزی میتونه باشه. اما بعد از اینکه این لیست رو نوشتید، باید دقت کنید که این علایقی که شما دارید مینویسید یه سری ویژگی ها باید داشته باشه. اولین و مهمترین ویژگی اونها هم اینه که این تفریحات و علایق سالم باشه. یعنی من بهتره توصیه میکنم که اینجوری نباشه که مثلا سیگار کشیدن با محمد یا چه میدونم گل کشیدن با مهسا رو ما جز تفریح و کارهای لذت بخش قرار ندیم یا حداقل هدفمند برای این کارها تلاش نکنیم. توصیه دوم اینه که شما حتما این کارهاتون رو جوری طراحی کنید که 1 یا 2 موردشون تحرک لازم رو داشته باشه و کارهایی باشه که نیاز به بیرون رفتن داشته باشه، نیاز داشته باشه که شما خارج از فضای خونه باشید. و سومین مورد اینه که در تعامل با دیگر افراد باشه و همه کارها به صورت سولو و انفرادی انجام نشه و یه سری تفریحات رو بذارید با دوستاتون یا با خانواده‌تون که اون ارتباط اجتماعیتون هم کاملا حفظ باشه. یادتون باشه این قدم اول توی برنامه‌ریزی کردن. هر موقع که این کارها رو نوشتید تکمیل شد، میتونید برید سراغ ویدیوهای بعدی که با فاصله چند روز آپلود میشه و اونجا برنامه‌ریزی رو یاد بگیرید. قول میدم بهتون با انجام این کار برنامه‌ریزی کردن هم برای شما قابل دستیابی باشه هم قابل اجرا.
من صحرانوردم. در کانالم راجع به مهارت‌های زندگی، مهارت‌های تحصیلی و شغلی نوجوانان و دانش آموزان حرف میزنم. اگه شما هم دانش آموز یا حتی دانشجو هستید، بهتره که کانال منو سابسکرایب کنید. منم قول میدم بهترین اطلاعات رو در اختیار شما قرار بدم. فعلا تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.